سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 25 دکبر تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. وکیل درواز اگر وضع در ولایت مختار کوهستان بدخشان آرام نشود، درواز را جدا میکنیم. پدپلکوونیک گل محبوبه سامانه وزارت کارهای داخله به سبب کارهای پروفیلاکتیکی کار نمیکند. در قرقیزستان نام سعودی شهر اصفهان را بر رزاقوف عوض کردند. تأسیس جنبش ملی تاجیکان پاکستان، عملیات نجات 3 سگ در کوچه ایرپورت شهر دوشنبه و اکنون تفصیلات خبرها. دولتزاده حکیم علیشی وکیل مجلس ولایت مختار کوهستان بدخشان از افزای رقم 49 درواز در اجلاسی مجلس ولایت گفت باید مقایسه کرد که در آن طرف دریا همسایگان ما در چه احوال قرار دارند. همه خوب میدانیم. وکیل نویه درواز گفت اگر در ولایت مختار کوهستان بدخشان مثل دیگر منطقه ها امن و ثبات تامین نشود، ما تقدیر ساکنان نویه درواز را در حیات دیگر منطقه میبینیم. نمایندگان جامعه شهروندی بدخشان سخنرانی دو وکیل از نویه درواز و ونج در مجلس ولایت را تشکیل شده میشمارند. وکیل از ونج نیز با اظهار نگرانی از وضع خوراک گفته بود ساکنان این نویه برای حل مشکلات خود به ولایت ختلان یا به دوشنبه مراجعت میکنند تا به خوراک. حکیم دولتزاده در سخنرانیش از وضع شهر خوراک و نویه روشقله اظهار نگرانی کرده و گفت خوراک شهر زیباست که آباد شده ایستاده است، اما بی امنیت و ترتیبات این همه آبادی ها تیز از بین می روند. دولتزاده گفت حادثه هایی که در خوراک رخ دادند در خوجند و بختار و کولاب و نه در رشت دیده می شوند. وکیل نویه درواز حادثه های اخیر در خوراک را کار دست جنایتکاران و گروه افباشان نامیده و گفت درختان را بریدند. و درخت چه گناه دارد؟ این چه خیل می شود که یک گروه افباشان کارمندان پروکراتور میلیسیا را در کوچه ها لطوکوب می کنند و ما در تلویزیون دیدیم که جنایتکاران حتی سردار میلیسیا شهر خوراک را لطوکوب کرده قریب کشتنی بودند. حکیم دولتزاده از پیشرفت نویه درواز و قریب از دتاتسیا برآمدنش ستایش کرده و گفت ما حتی به دیگر نویه ها در اجرای بودجه یارده میکنیم، اما امروز از سبب بیدادگری چندین جنایتکار در شهر خوراک رشد نویه درواز نیز سوس شده ایستاده است. گرچند که خوراک در مسافه دور از ثغر دشت جایگیر شده است، ولی عذاب بی‌ترتیبی های خوراک را ما نیز کشیده ایستاده ایم. او از جمله از نقشه ساختن یک کارخانه استحصال اسیب و پنیر و محصولات شیری در درواز یادآور شد که به گفته وکیل نویه بعد سر زدن بی‌ترتیبی در خوراک سرمایه‌گذاران خطایی از سرمایه‌گذاری به این کارخانه دست کشیدند. حکیم دولتزاده همچنین گفت اکثر ما در دانشگاه‌های دوشنبه خوندیم، معرفت و عرف و عادت را از ساکنان پایتخت آموختیم. حاضر خوراک برای ما مرکز است. دانشگاه، بیمارخانه، مقامات دولتی، خلاص همه چیز دارد. اما از دست این جنایتکاران ما میترسیم فرزندان خود را به مرکز ولایت روانه سازیم. نفران یادی که برای عیادت بیمارانشان به خوراک میآیند یا صاحبکارانی که به بازار شهر خوراک کارتوشکا یا دیگر محصولات میبیارند، یعنی که در ترس و هراس قرار دارند و گروه های جنایتی از طرف گروه های جنایتی لطوکوب کرده میشوند. و این چه حال است تا کی ما وکیلان خاموش میستیم و این بیدادگری ها را یعنی که میبرداریم. در دوشنبه خوجند، باختر، کولاب، رشت و دیگر منطقه های جمهوری قانون پورا پابرجاست و ترتیبات و امنیت تامین می شود، اما در بدخشان 30 سال باز بیدادگری رفته ایستاده است. 3-4 جنایتکار که تمام ساکنان خوراک آنها را میدانند، آزادانه میگردند، همه را تحقیر میکنند، سلاح دارند و از همه بعد اینکه قسم ساکنان آنها را دستگیری میکنند. برای حمایت جنایتکاران گرد همایی تشکیل میکنند. اگر سر راه گروه های جنایت پیشه گرفته نشود، بعد 3-4 سال وضعیت فلاکتبار میگردد. محترم رئیس، وکیلان محترم، من دائم از بدخشانی بودنم افتخار دارم، اما امروز از دست جنایتکاران سر ما هم خم شده است. محترم رئیس، آیا شما پیش راه جنایتکاران را گرفته می توانید؟ وکیل ناحیه ونج درست قید کردند که امروز ما مجبوریم نه به خوراک بلکه به ولایت ختلان یا ناحیه‌های تابع کشور رو بیاریم، مشکلات خود را آنجا حل و فصل نماییم. محترم رئیس، محترم وکیلان،
خواهش میکنم که طلب مرا وابسته به تامین ترتیبات و قانونیت در شهر خوروغ و دستگیر و مجازات نمودن جنایتکاران را به پروتکل وارد شد. در صورت تامین نشدن امن و ثبات در تمام ولایت ما تقدیر ساکنان ناحیه دروز را در جهت دیگر منطقه میبینیم. به فرق از مناطق دیگر ولایت مختار کوهستان بدخشان که اساساً پیروان مذهب اسماعیلیه به سر میبرند، در ناحیه دروز و ونج که در غرب ولایت مختار کوهستان بدخشان جایگیر شدند و همچنین در ناحیه مرغوب در شرق این ولایت اکثر اهالی را سنی مذهبان تشکیل میدهند. در دوران جنگ شهروندی سالهای 90 که بدخشان تحت نظارت نیروهای مخالفین قرار داشت، جماعت صخره‌دشت ناحیه دروز را از این ناحیه جدا کرده به ناحیه طویل دره که اون وقت زیر تصرف نیروهای حکومتی قرار گرفته بود داده بودند. پدپلکوونیک گل محبوبه سردار سامانه رسمی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 25 دکبر در صفحه‌اش در فیسبوک در پی مطلب پایگاه خبری بامداد سبب کار نکردن سامانه این وزارت را رسما شرح نداد. به معلومات خوانندگان سرشمار سامانه رسمی وزارت کارهای داخلی میرسانیم که با سبب‌های انجام دادن کارهای تکنیکی پروفیلاکتیکی سامانه وزارت کارهای داخلی موقتا فعالیت نکرده ایستاده است. این حالت مقرری بوده کارهای تکنیکی مسئوله پیش از سال نو انجام داده شده. در زودترین فرصت سامانه به فعالیت خود آغاز می نماید. بنابراین از شهروندان احترامانه خواهش می نماییم که به هر گونه آوازه ها و خبرهای بردروغ باور نکنند. نوشته است گل محبوبه. پایگاه خبری بامداد قبلا خبر داد که از صبح 24 دکبر اینک بیش از یک شبانه روز است که سامانه های رسمی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان به زبانهای تاجیکی، روسی و انگلیسی از اینترنت غیب شدند. اینترنت برابر چندین سروقه سامانه وزارت کارهای داخلی وکده.tg آگاهی معروف نوت فون ارور را نشان داده خبر میدهد که چنین سامانه با چنین سروقه در سرور وجود ندارد. چند پایگاه اینترنتی که وضعیت سامانه های موجوده در شبکه‌های اجتماعی را پیگیری میکنند در پاسخ به درخواست اداره پایگاه خبری بامداد پیروان سرنوشت سامانه های وزارت کارهای داخلی تاجیکستان چنین خلاصه دادند که سامانه های سروقه‌شان وکده.tg با احتمال غالب به سبب دچار حمله های خاکرها شدنشان ناپدید شدند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در سامانه هایش هر روز مهمترین رویدادها از نوار خبرهای کریمینالی روز و همچنین معلومات رسمی درباره فعالیت این وزارت را نشر میکرد. در گذشته نیز چند مورد حمله های خاکرها به سامانه های رسمی اداره های دولتی تاجیکستان ثبت شده است. از جمله در سال 2015 سامانه سفارت تاجیکستان در فرانسه دچار حمله خاکری شد. طی بیش از 3 روز در سامانه سفارت تاجیکستان اعلان با زبان فرانسوی آویخته شده بود که ترجمه‌اش چنین است: او فرانسه، من مسلمانم، نه شارلی. این حمله خاکری در پی حمله تروریستی به اداره مجله هجوی شارلی ابدو صورت گرفت. تندروان به اداره مجله همچون انتقام برای نشر کاریکاتورهای پیامبر اسلام حمله کرده بودند. در سال 2016 سامانه رسمی وزارت معارف و علم تاجیکستان نیز دچار حمله خاکری تندروان شد. در سامانه معارف.tg به زبان انگلیسی هشداری از نام گروه اسلامگرایی آویخته شده بود که در آن از روسیه و دیگر حکومت‌های پشتیبان رژیم بشار اسد دعوت کرده میشد که تخریب مکتب‌ها و خانه‌ها و بیمارستان‌ها را در سوریه و کشتار مسلمانان را در سوریه و چچنستان بس کنند. به متخصصان فنی شرکت واولان تنها بعد یک شبانه روز میسر شد که سامانه وزارت معارف و علم تاجیکستان را برقرار کنند. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. پرزیدنت قرقیزستان صادر جباروف روز 25 دکبر در جلسه حکومت اظهار داشت که می‌خواهد به مناسبت 110 سالگی رهبر سابق این کشور اسحاق رزاقوف شهر اسفنا مرکز مأموری ناحیه با تاجیکستان همسرد لیلک ولایت بادکند را که نامش ریشه‌های سعودی دارد به نام رزاقوف گذارد. من خبری را باید به شما بگویم. سال گذشته من کارزار انتخابیم را در بادکند در زادگاه رزاقوف سر کرده بودم. امسال به شرف 110 سالگی رزاقوف من تصمیم گرفتم که شهر اسفنا را شهر رزاقوف نامگذاری کنم، گفته است جباروف. اسحاق رزاقوف 25 اکتبر سال 1910 در ناحیه لیلک به دنیا آمده است. او از سال 1945 تا 1950
رئیس شورای وزیران و از سال 1950 تا 1961 کاتب یکم حزب کمونیستی قرقیزستان و عملا رهبر یکم این جمهوری بود. رزاقوف سال 1961 تقریبا در یک وقت با رهبر وقت تاجیکستان ترسون اولچابایف برای راه دادن به خطاها و کمبودی‌های بزرگ در راهبری جمهوری از مقام برکنار کردند و او سال 1979 در مسکو از عالم چشم پوشید. تربت رزاقوف را سال 2000 به قرقیزستان آورده در آرامگاه الو ارچه از نو به خاک سپاریدند. اصفهان یک شهر خرد است که در قسمت غربی ولایت بودکن در جنوب قرقیزستان و جنوب وادی فرغانه در نزدیکی مرز با تاجیکستان جایگیر شده است. در اصفهان 18,000 نفر و با علاوه دهات اطرافش میرزا پاچا، سمد، چمگین، تایلان، اقبلوق و گلبو 28,000 نفر به سر میبرند. اصفهان در دوران شوروی مقام جماعت را داشت. سال 2001 با فرمان پرزیدنت وقت قرقیزستان اسکر اوقایف به اصفهان مقام شهر داده شد. باور می رود که وادی اصفهان از واژه سعودی اسبانیکت یا اسبانیکن گرفته شده، معنایش سرزمین اسبا است. از بس که واژه اصفهان قرقیزی نیست، وقتهای آخر در قرقیزستان پیشنهاد میکردند که نام آن عوض کرده شود. یکی از پیشنهادهای عمده به نام رزاقوف گذاشتن اصفهان بود. فرودگاه اصفهان الکی به نام رزاقوف گذاشته شده است. تاجیکان مقیم وادی سوات پاکستان سازمانی را با نام تشکیلات مردم سوات و یک صفحه ویژه فیسبوک با نام جنبش قومی تاجیک را تأسیس دادند تا از حقوق خود دفاع نمایند و حق نوشتن شهروندی خود را در اسناد رسمی تاجیکی پیدا کنند. آنها میگویند تاجیک هستند اما در حجتها آنها را پشتون می نویسند. تاجیکان کهن‌ترین قوم پاکستان هستند که اکثر آنها در وادی سوات به سر میبرند و خود را سواتی یا تاجیک مینامند. به گفته رهبر این سازمان نور حبیب سواتی، سازمان مردمی سوات خدمت به مردم تاجیک پاکستان است و تلاش میکند که حقیقت تاریخی درباره این افراد را تایید کند. این تلاشات از جمله میکوشد که انعکاس آنها در اسناد و حجتهای رسمی تاجیک نوشته شود، نه پشتون. تاجیکان پاکستان حالا در اسناد خود پشتون نوشته میشوند. نوری حبیب سواتی در صحبت اخیرش به رادیوی آسیای مرکزی در کابل گفت سواتیان در تصنیفات قومی و حجتهای رسمی و اموری پشتونی‌های پاکستان ثبت نام شدند که ظلم تاریخی است و قابل قبول نیست. تاجیکان سوات تاریخ، رسم و آیین و طرز زندگی خود را دارند و در پهلوی تاجیکان افغانستان، ایران، ازبکستان، چین و تاجیکستان خود را فارسی فرهنگ ایرانی می‌دانند. نوری حبیب سواتی میگوید متاسفانه اکثر تاجیکان پاکستان زبان خود را فراموش کردند و به پشتی و اردو گپ میزنند. سازمان مردمی سوات سازمان جوانی تاجیکان را با نام رستمدر تأسیس داده است که بخشی از آن تعلیم زبان تاجیکی به مردم است. نوری حبیب سواتی اصرار داشته است که برای این آموزگاران تاجیکی را جلب کرده در صورت ضرورت آموزگاران را از کشورهای فارسی زبان دعوت میکنند. رهبر سازمان سواتی تعداد تاجیکان این منطقه را به 800,000 نفر ارزیابی کرده گفته است که سازمان‌های آنها میخواهند در آینده تاجیکان مقیم پشاور و دیگر ولایت‌های پاکستان را به جنبش خودمعین کنی تاجیکان پاکستان جلب کنند. اما او افزود تاجیکان پاکستان خود را بخشی از مردم پاکستان میدانند، کشور خود را دوست می‌دارند و میخواهند در رشد پاکستان سهم گذارند. رسما اکثریت کل تاجیکان پاکستان در اسناد آماری و شهادتنامه پشتون ثبت نام شدند. در وادی‌های گجال، اشقمان و یاسین در منطقه گلگت بلوچستان شمال پاکستان و همچنین منطقه چترال مکان مهم تاجیکان پامیری معروف به مردم وخی هستند که با زبان‌های وخی گپ میزنند. منطقه دیگری که شماره زیاد تاجیکان بومی پاکستان زندگی میکنند وادی سوات پاکستان است که خود را سواتی یا تاجیک مینامند. در سالهای آخر بجز از زادگان پاکستان مهاجران تاجیک از کشورهای دیگر از جمله از افغانستان، تاجیکستان و چین به پاکستان مهاجرت کردند. طبق آمار رسمی پاکستان در سال 2005 دست کم 7.3% کل افغان‌های مقیم پاکستان یا تقریباً 221,000 نفر را تاجیکان تشکیل میدهند. برخی از تاجیکان پاکستانی مهاجر شینجان خطای هستند که در شمال پاکستان مسکن گرفتند. در زمان جنگ داخلی تعدادی از شهروندان تاجیکستان نیز به پاکستان مهاجرت کردند. کمیته ایالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان درباره یک عملیات نجات غیر عادی در شهر دوشنبه خبر داد.
наҷотбахшони ин неҳод шаби 23 ба 24 декабр дар кӯчаи аэропорт 3 сагро ки дар даруни лӯлаи об дар монда буданд наҷот доданд. бино ба ин манбаъ шаби 23 декабр соати 21:35 сокини кӯчаи аэропорт ба қисми навбатдории кумитаи ҳолатҳои фавқулодда занг зада хабар дод ки аз даруни лӯлаи об садои улоси сагон ба гӯшашон мерасад. наҷотбахшони раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулоддаи шаҳри душанбе ба ҷои ҳодиса расида муайян карданд ки 3 саг дар даруни лӯлаи об дар монданд ва навмедона дар даруни лӯла печу тоб хӯрда улос мекашанд ва роҳи баромаду наҷот меҷӯянд. наҷотбахшон бо кӯмаки таҷҳизоти махсус латоки оҳану бетонро сурух карда то битавонанд вориди он шуда ҷонварони бечораро наҷот диҳанд. баъд ин яке аз наҷотбахшон тавассути он сурухӣ ворид шуда поин фаромада ва сагҳоро як то гирифта ба боло ба ҳамкорони дигараш дод. кумитаи ҳолатҳои фавқулодда менависад ки сагҳо баробари наҷот аз асорат бо истифода аз торикии шаб фирор карданд. кумитаи ҳолатҳои фавқулодда хабар медиҳад ки наҷотбахшон рӯзи 24 декабр ҳамчунин 2 дафъа ба кӯмаки сокинон барои боз кардани дарҳои ногаҳон маҳкамшудаи хонаҳояшон шитофтанд. дар як хона писарчаи 1 сола ва дар мавриди дуюм духтарчаи 2 сола дар он хонаҳо маздуд шуда танҳо монда буданд. наҷотбахшон рӯзи 24 декабр ҳамчунин ба сокини кӯчаи мушфиқӣ 89 барои буридани шохаҳои як дарахти бузург ки болои ҳавлияш овезон шуда буд кӯмак карданд. ин сокин ба қисми навбатдорӣ занг зада хабар дода буд ки хатари чапа шудани дарахт дар ҳавлияш пеш омадааст. кормандони кумитаи ҳолатҳои фавқулодда бо арраи бензинӣ он шохаи овезоншударо бурида хатари чапа шудани дарахтро аз байн бурданд. тамошобинони азизу гиромӣ, ин буд муруре ба хулосаи чанд хабари муҳими имрӯзи тоҷикистон. хабару гузоришҳои бештар аз тоҷикистон ва дар бораи тоҷикистону атрофи онро дар сомонаи пойгоҳи хабари бомдод дар ин нишона пайгирӣ намоед: cw.bomdod.com. хуш бошед.